وقتی که خاله میشی میدونی که قشنگترین اتفاق زندگی تو باید حداقل یه روز تو هفته ببینی. فردای اون روز هم حسابی برف اومد و قرار شد با کلی از دوستامون بریم برف بازی و یه چای داغ خوردیم و بعدش هم یه دونه آدم برفی خیلی خیلی خنگ درست کردیم. بعد از اونم رفتیم کنسرت سهراب پورناظری و علی قمصری که بهترین کنسرت روی زمین بود از نظرم.